خصوصا همین چیزی که در بلاش ما اشتگیم از نام یک صاحبکار اومده خداوند صفی چنین صاحبکار رو از یاد کنه. همین مردک آمد همین سوم داد و همین دیوانه بخر همین خانه ها تا ریمون کن و دست پدر را نگاه کنه که چی خیل شده نگاه کنه حتی سیاهی دست بینه چی خیل دختر رفته چی گفتم برای توبت کردن؟ دکتر گفت که تو همین اگر دور نشو ما هیچ کار نمیتونم. پیوست که کنه استخوان میبرای همه نگاه کن. بله دیدم. انا های استخوان هم. رحیم پروداکشن. او برادرانی که ما را قدر میکنند و ما زنگ زده سراغای ما را میپرسند نما را تا آخر تماشا کنید عادی کردن انشاءالله به شما میفهمیم. نفرهایی که در مسکو قرار دارید در کدام مترویی که نشینید پیشخود کنید در دهم لینیا یعنی که لینیای سبز اومده در استانسیای براتیسلافسکایا میفراید و به سمت یکم سیوم نیو برعکس به سمت چهارم و ششم ویخد روان میشوید. چخیلی که شما دیده ایستاده اید اینجا ششم ویخد میباشد شما جانبی چهارم ویخد روان میشوید. وقتی که از چهارم ویخد میبرید به کوچه یک هوای تازه میگیرید و به سمت دست راست میگردید و بعد از یک چند قدم شما البته که زدنیای ما رو میبینید که با رنگ زرد همه این زنی ها سفید میباشد از ما برعکس زرد میباشد چخیلی که در ویدیو میبینید. شما وقتی که در نزد چهارم پادیز حاضر میشوید کد دمافون ما 3 تا 3 و حرف وی رو پخش میکنید انشاءالله ما از آفیس برای شما در رو باز میکنیم. انا انشاءالله که مهمونا اومدن خوشبختانه پیشوازشون الو زیارت جمع بله 12 تشکیل برادر شو خوبی آقا برادر جان بیا خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. اجازه میدید برادر؟ بله فیتاگوش کم میدونید؟ البته ما برای بیا خوش آمدید مرحمت کنید. همین گونه برادران جان همه شما را در دکان خاکسارانه خود انتظار. سلام و درود بر کل تماشابینان دائمی سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز بعد چند ماه باز ما همراه پدر مهربان و مادر عزیز به خبرگیری یعنی شخص بزرگ آمدیم و خواستیم فهمیم که بعد نواری کردگی ما کی به خبرگیری دو آدم مظلوم دو آدم دردمند دو آدمی که به هر یک دستگیری ما و شما نیاز داریم به نزد همین آمدن. الحمدلله وقتی که ما خانه اینا درآمدیم الکی دیدیم که در خانه حسن و جمال دیگر بسیار چیزا تغییر یافتن. اینا علال خصوصا همین چیزی که در بلاش ما اشتگیم از نام یک صاحبکار اومده خداوند صفی چنین صاحبکار رو از یاد کنه. من شخصا پیش از سرشوی برنامه مینداری خود رو با همون نفرانی میرسونم که هر یک برنامه ما میکنیم قدر میکنم میروند میبینن دستگیری میکنن. خداوند خیرای کرده که در نامه عملتون ثبت بگردونه. یک بار دیگه سلام علیکم پدر جان. و علیکم السلام. چخیره پدر جان بعد نواری کردگی ما یگان میده زندگی تغییر یافت یا نه؟ یاردم کردم همین مردک آمد همین سوم داد گفت همین دیوانه بخر همین خانه ها تا ریمون کن. من دو خانه من ریمون کردم از پول همون صاحبکار برادر عزیز همون برادر من خانه من ریمون کردم دو خانه من خیلی با این یکان تا خیر باشه یعنی با خانه من بسون که من میکنم بیرون خانه من اینا کم خریده دادن سیمین خریده دادن. خب از سیمین تمامی صاحبکار رو آوردن بعد نواری کردگی ما اوه آوردن خیلی اینا با علاجش باشه با یاردم کنن اینا با ما وستا میندازم حق و یار میده اینا گردی خانم با چی کنن اینا حال همین بالای خانم مونده خیلی با یکان تا یاردم کنن این یاشم میکنم انشاءالله که میشوه. پدر سری مسئله میگردیم ما گفتیم خیلی پدر از دو پا محروم زندگی و زمین و دست پدر را نگاه کنه که چی خیل شده نگاه کنه حتی سیاهی دست بینه چی خیل. دختر رفتین چی گفتم برای توبت کردن؟ دکتر گفت که تو همین اگر دور نشو ما هیچ کار نمیتونم. اول باید همین زخم گم کردن در کار همین را گم کنن همین سیاهی را که همین پوستی نو کنن خب و یه دوخته میشه برای را گم کردن یگان لیچنی نویستن تو نخی؟ من لیچنی گرفتم همین دو بار لیچنی میکن سحری شب رزولتات هست؟ دیگر گونی شده سای؟ خیلی نگه استخوان ایدوران میبروی همه کم یه وقت داشته همه آهن ماندن ده
استگان هوای ریزه شده بوده. در همون درون مونده. استخوان. مایده شده بوده. و همه ما چی کنیم؟ پیواز کنیم. استخوان میبرایین همه نگاه کن. بله بله دیدم. من هوای استخوان هم. من همه لیچین کدام بگیرم. هوای میبرایم. پدر جان مقصد شما همینه که نمیخواین که از دست محروم شین بلکه دست تبوبت کنین ها؟ من همه تبابا کنم. اگر که برای که دست چی نمیبود میتونید که از همینجا به یگان توبت بگیرن دست ها؟ اینو باید بگن دستی من این خیلی تو میخور. اینا تو میخور. حالی هم استخوان همینجا نیست ها؟ استخوان این همینجا اینا. چیدو این. بله بله اینه ها. چول بستگی. اینا همه اینا کاغشی داره. کاغش گوش نداره. برادران عزیز از همه شما هزار رحمت که خیلی دستگیری کردیم. پدر مهربان از زمین تا آسمان از همه شما می‌ندارم. یک دو سوال از مادر عزیز میکنیم. یک دیگه سلام علیکم مادر جان. سلام علیکم. چه خیلی مردم دستگیری کردن اومدن مادر جان. ریزو هست اینا خیلی از پیشین زندگیتون دیگرگون شید. خیلی شکرانه الله عید و مهمون و رزمون خوب ناز گذرانده رفتین. رحمت. خیلی انشالله که صاحبکار انا یک دعای خیر به اون نفرانی که در انمی کاری خیر سهمی خوشون گذاشتیم پدر جان. الهی آمین. خدای تعالی همین خیر کردگیشون قبول کنه. فایز و برکت بیته دستی کم نبینه خدای تعالی در دستشون خور نزنه در پیش فرزنداشون باشن. خدای تعالی در لباشون همیشه خنده و خورسندشون. آمین الله اکبر. اینا دوستان اینا عزیز دوزار جان اینا بالای تلویزیر در رنگینی همه کامپیر من. ای اکی مادر ایران بردن یک برای ایشون داده نه؟ اینا بردم رنگین کردیم شد. رنگین کردیم همه میون کار نمی آید. ایران خیلی طوری کلون بردن. اینا همه سیاه شده این همه جایی که اینا دو تک عیبانه اینا مایده کیکو انا همیشه جاگ رفت. ما رنگی نکن پدر همه خیلی نگاه میکنم بگم یه سیاهی تمامی چی نمیبا. نه همه خیلی این همه سیاهی یعنی جایی خیلی کسی دکتر باشه اینا دوستان عزیز. پدر جان انشاءالله باوری کامل دارم که شهر مردم هستن دستگیری میکنن. انشاءالله اینا مردم صاحبکاری قزل قلعه انشاءالله با دستگیری میکنن. امید نمیشین. فقط ما چی گفتیم دوستان عزیز که خواستیم نوار نوبتی را میکنیم از پدر و از مادر عزیز که حتما چی دستگیری که شما کردین انشاءالله که هرچند که ما نبینیم گفته هم نتونیم خداوند در بالای سر هر یک ما و شما هست همه کاری ما را میبینه دوستان عزیز. خداوند نگهبان هر یک ما و شما دوستان عزیز خیر تو بر ما آینده.